علف هرز یا گیاه دارویی. آقای دکتر اینا چی هستن که مزرعه های استان ما خیلی سبز میشه؟ مزارع استان مخصوصا در شالیزارها ما یه گیاهی مشاهده میکنیم به این شکل، نگاه کنید گوشتی هست، به این میگن خرفه یا پرپین. در حقیقت سازمان بهداشت جهانی اسم اینو اکسیر جهانی گذاشته. داروی کبد چرب هست، یعنی کسایی که کبد چرب دارن میتونن از این گیاه استفاده کنن به صورت خوراکی. حالا یا کوکو سبزی درست میکنن یا تازه خوری داره، ترشی میریزن و فراوری زیادی داره. توی استانهای جنوبی کشور مثل خوزستان بذر این رو میکارن، اصلا میکارن که این عمل بیاد برای استفاده روزمره شون. منتها اینجا به صورت گیاه خودرو هست و این اصلا علف هرز محسوب نمیشه، یعنی خیلی راحت میتونن از این گیاه استفاده کنن برای مصارف خوراکی و دارویی.